با عرض سلام و درود بپرون خدمت همه دوستان و عزیزان. با یکی دیگر از آموزش‌های موتورهای تک فضا یعنی یک فضا در خدمت شما هستیم و امروز هم قصد داریم یک نوع دیگر از موتورهای تک فضا که با نام موتور لقایی تک فضا با قطبی چاکدار را به یکدیگر بررسی کنیم. ما قبلا هم در بخش موتورهای تک فضا موتوری با فاز شکسته را گفتیم، با کاندنساتور راه اندازی، با کاندنساتور دوم کور و با کاندنساتور راه اندازی و دوم کور هم گفتیم. و یک نوع دیگری از موتورهایی که تماما از همون چهار نوعی که ما گفتگی بودیم فرق کننده است، این موتوری القایی تک فضا با قطبی چوبدار است. خب در همه موتورها چهار نوعی که ما گفتیم ما از دو سیم پیچ حتما دو سیم پیچ داشتیم که یکتاش بود سیم پیچ اصلی و یعنی همون کوری و دیگرش هم سیم پیچ کمکی یا که راه اندازی. اما برخلاف همین نظریه که ما در اون موتور داشتیم، در این نوع موتور یعنی موتور با قطبی چوبدار ما یک سیم پیچ داریم و سیم پیچ دوم تخمینا میگن که وجود ندارد، ما فقط یک دونه سیم پیچ داریم. اما این معنی اونو ندارد که ما همون تماما این یک طرز کار یک موتوری تماما دیگه خیلی، اما همون نظریش هم همون مفهومش هم با بستگی دارد به همون ریشه موتورهای تک فضا. یعنی در اونجا ما دو تا سیم پیچ داشتیم، یک تاش سیم پیچ کوری بود و دیگرش هم سیم پیچ راه اندازی بود. یعنی همون سیم پیچ راه اندازی در این نوع موتورها ما در این نوع موتورهای ما وجود ندارد، یعنی یکی اما با دیگر نوع است، یعنی معمولا وجود ندارد نه با دیگر نوع است. خب در برخلاف موتورهای تک فضا این موتور از یک سیم پیچ اصلی است، اینم یعنی سیم پیچ اصلی عبارت است بهره میگیرد و نه سیم پیچ راه اندازی و نه کلید هم هیچ چیز ندارد. در این موتورها برای حاصل نمودن میدانی دوار، حالا که مشکلی در اینجا ما هم گفتیم میدانی دوار یعنی میدانی مگنتیکی که باید دور زننده باشد، حلقه اتصال کوتاه یا حلقه وجود دارد. اون حلقه هم اگر در این نقشه شما اگر بینید اینجا هست شیدید پایین این حلقه دو سیم پیچه خورده که با دیگر اتصال کوتاه هستند، در خود اتصال کوتاه هستند حلقه هم اتصال کوتاه که در هسته یعنی در همون سرده چی میگیم در هسته است استفاده می شود که نقش سیم پیچ راه اندازی را اجرا می‌کنه. یعنی در اینجا سیم پیچ راه اندازی هست اما دو حلقه های سربستی به دیگر اتصال کوتاه. این حلقه اتصال کوتاه زمانی که سیم پیچ اصلی به منبع تامین می شود از میدان مگنتیکی که در سیم پیچ اصلی دارد دارای میدان مگنتیکی می شود. این میدان نسبت به میدان اصلی اختلاف فاز زمانی دارد، یعنی بگذشت زمان. این روند باعث می شود که در روتور گشتاور حاصل شود. خب اینجا یعنی همون یک سیم پیچ اصلی داریم در اینم و گیم سیم پیچ کمکی که در ما در این نوع موتور است همین دو حلقه که در اینجا هست، همین دو حلقه اتصال کوتاه هستند. اینجا هم ببینید حلقه اتصال کوتاه در اینجا، همین دو حلقه وظیفه همون حاصل کنه همون سیم پیچ راه اندازی را اجرا میکنه. یعنی همینا سبب میشن که گشتاور موتور ما صاحب گشتاور میشود و گفتگی بودیم که زمانی که ما اگر منبع را به موتورهای تک فضا که از سیم پیچ کوریشون اگر تامین کنیم موتور تک فضا مثل همین یک لرزش انجام میدهد و از جاش جنبیده نمیتواند. اگر کدام طرفی که ما یاردم کنیم همون طرف حرکت میکند. یعنی همون راه اندازی چگونه ای که باشد، یعنی در اینجا هم راه اندازی توسط همین سیم پیچ‌های اتصال کوتاهی که در اینجا زمانی که ما این سیم پیچ اصلی را تغذیه میکنیم یعنی منبعش تامین میکنیم میدان مگنتیکی که در اینجا حاصل میشود همین میدان مگنتیکی در اینجا هم جریان حاصل میکنه. میدان مگنتیکی حاصل میکنه که در این سیم پیچ‌های اتصال کوتاه جریان حاصل میشود و این جریان هم یک میدان مگنتیکی خودش دارد و در اینجا ببینید زمانی. اما یک نقطه مهم اونجا است که میگه که اختلاف فاز زمانی دارد. زمانی که ما راه اندازی را انجام میدیم از این حساب بینید میدان مگنتیکی تو این شکل است، اما یک کم زمان که میگذرد کمتر اگر روتور تغییر وضعیت میکند میدان مگنتیکی به این شکل میشود و بعدا هم باز به این شکل تغییر میکند و پس هم باز همین خیلی طرفی مقابل عمل میکند. و اینجا یک نقشه دیگری که در اینجا هست میتواند که همین سیم پیچ اصلی ما این سیم پیچی که در اینجا ما داشتیم
گفتیم ما یک سیمپچ همگی در اینجا داریم، اونم سیمپچ اصلی. میتواند که چند سیمپچ بالای هم باشد. یعنی ما اگر خواستیم که این نوع موتور را سرعت های گوناگون داشته باشه، داخل خودشون یک چند سیمپچ های گوناگون دارند. ما در تجهیزات های معیشی یعنی خانگی اینا واسه میبینیم که همین نوع موتورها بسیار استفاده شده از اونجا، خصوصا در همون شورندهایی که برای پختن همون خانم‌ها استفاده می شود. در اونجا اگر ببینیم یک تغییر دهنده سرعت است و در اونجا در اصل همون تغییر دهنده سرعت وقتی که ما کلید 1 و 2 و 3 سرعت میمونیم همین سیمپچ وصل میشن، یعنی از یک سیمپچ به سیمپچ دیگر استفاده میشود. این موتورها حجما خیلی خوردن و فقط بسیارتر هم میگیم اکثرا هم فقط در تجهیزات های خانگی همین معیشی استفاده میشود که اونها حجمی کم دارن و گشتاور کم و قوه کم هم دارن. خب این موتورها رو میبینیم، موتورهای قطب چاکدار خیلی هم گشتاور پایین دارن و ضرب بهره برداریش هم کم است، همون افکتیو نیست که ما میگیم. معمولا در پروانه ها همون ونتیلاتور ها سرپوش برک ها میونه که برای سرپوش بریدن هستن، وزنده ها همون شمولتیک ها پوف میکنن و ریشگیرک ها استفاده میشن. یعنی تجهیزات هایی که در خانه بسیارتر هستن در اونجا هست. نقشه که در اینجا هست نقشه وابستگی گشتاور از سرعت هم بینه که به نهایت گشتاوری پایین دارد و حد اکثر گشتاوری که دارد در گیم سرعتی 70% از سرعتی نومی است. سرعتش هم زیاد میکنیم، گشتاورش هم گشته پایین میشود. این نوع موتور کاملا گیم از روی ساختار از موتورهای تکفزه فرق داشته، اما با سبب اونه که نرخی کم دارد یعنی ارزشی کم دارد و بسیار جای هم این استفاده میشه، جایی که گفتیم گشتاوری کم یعنی قوه کم لازم است برای فرض کنیم در ریشگیرک یگان قوه وزنی لازم نیست برای گرفتن ریش، که یگان پروانه باشد برای شمال دادن. این نوع موتورها اونجا واسه استفاده میشد و نرخش هم خیلی پایین است، باز صدای زیاد ندارد. و یک جای دیگر هم بود در ماشین‌های جامشویی که اونجا یک نسازچه برای کشیدن آب از داخل همین ماشین جامشویی به بیرون بود، پرتافتن آب بود. از همین نوع موتورها هم اونجا دیده بودیم یک زمانی تعمیر کردن. یعنی خیلی هم در صنعت نه در تجهیزات های خانگی یعنی معیشی واسه همین نوع موتورها استفاده می شوند.